بسم الله الرحمن الرحیم. ماشینایی که ما جور کردیم مدیون استادای انستیتوت تکنولوژی افغان، مدیون اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی در این قسمت ما را راهنمایی و خیر همکاری کردن تا یک ما رشد بکنیم. مدیونشون هستیم. ماشینایی که ما طراحی کردیم چند ویژگی خاص داره که اولی که بدنش پی وی سی هستن، دومی که خیلی کم مصرف هستن، حدود 40 وات مصرفشون است. سوم این که اگر مثلا چنگک های بیتری ازی سرشفه وصل میشه، پرزجات ازی 5000 6000 یا 10000 افغانی هر چه قیمت داشته باشه نمیسوزن. و نوری که در این ماشینا صورت گرفته ای است که برق هرگاه میره خودش اتوماتیک به بیتری خود وصل میکنه. مثلا یک مشترک 10 بجه استراحت میکنه، 10 بجه شب، 12 بجه شب برق میره، در برق افغانستان اعتبار هم نیست. وقتی که 12 بجه شب یا 1 بجه شب برق میره، این ماشین خودش اتوماتیک برق خود میگیره در بیتری وصل میکنه. نیاز به شخص نداره که دخالت بکنه و یا شب تا صبح بیدارخوابی بکنه. این کار یو پی اس یا کار چنجاور اتومات میکنه. در کیفیتش بسیار خوب است نسبت به ماشین خارجی. بدنش ما قبلا ذکر کردم که پی وی سی هم است، تخته هم جور میکنیم، پلاستیکی هم جور میکنیم و این ماشینا مکمل یا فول اتوماتیک گفته میشن. اگر شما خواسته باشین ما چنگکای بیتری رو سرشفه وصل میکنم و سیستم یو پی اس یا سیستم چنجاور اتومات با شما کار میکنه. وصل میکنیم. فعلا این پول مثبت بیتری است و این پول منفی بیتری است. ما اینی لاین مثبت ماشین است که آمده و این لاین ماشین منفیش است. ما لاین ماشین که مثبت است این در پول منفی وصل میکنم و لاین منفی ماشین در پول مثبت وصل میکنیم. سرچپه و چنگکای بیتری وصل میکنیم. این چنگکای بیتری وصل میکنیم پرزیات از این نمیسوزه، هم دولت برق هم دولت بیتری باشه. حالی را پس سراسته وصل میکنم، هیچ مشکل برش پیش نکردم. و مشخصی دیگرش ای که هرگاه برق میره اتوماتیک به شکل اتوماتیک خود در بیتری وصل میکنه. اینجا ما برق خطا میتیم یا چه خطا بتون اینجا اتوماتیک شما ماشین رو بگیریم که اتوماتیک در بیتری خود وصل میکنه. پس دوباره که برق وصل میکنم یا برق دوباره میه از بیتری خود میکشه تا برق خود وصل میکنه. وقتی که بیتری شب تا صبح مثلا اگر تنها از بیتری استفاده کنه سبب ابر باشه دیگه سبب ابر باشه باز ماشین چون بیتری رو مصرف کرده دیگه بیتری چارج نمیداشته باشه ماشین باز تخمار خراب میکنه گل میشه. ویژگیش قبلا با شما یادآوری کردم که ویژگی ماشین خلاقیتی که استفادهش داشت چنگکای بیتری یک سرشفه وصل میشه نمیسوزه. سیستم برقش به بیتری اتوماتیک است، کیفیت و مثلا حرارتش اتومات است، رطوبت و فول اتوماتیک هستند و بدنش از پی وی سی است. اگر ما مقایسه بکنیم این ماشینا رو با ماشین‌های ایرانی، ماشین ایرانی 40 تخمی ازی که بدنش همه قسم پی وی سی 16 میلی باشن حدود 14,500 افغانی است. حالا که ما وقتی فروشات میکنیم 160 تخمیشه در 15,000 افغانی میفروشیم. این خوبیش است، یعنی قیمتش هم ارزان است، کیفیتش بالاست و مصرفش کم است. و مصرفی که سرزی اومده معمولا بالاتر از 12,000 13,000 دمی حدود مصرف میشه. ما 15,000 15,500 دمی حدود یا 16,000 ما رو میفروشیم. اولین ماشینی که طراحی کردیم حدوداً 1 ماه طول کشید، البته بعد از 1 سال تحقیق. بعد از 1 سال تحقیق پوره شد حدود 1 ماه طول کشید که ماشین اولین ماشین جور بکنیم و بعد از 1 سال در جریان ماشینی که ما جور میکردیم و فروش میکردیم 1 سال دیگه هم تحقیق کردیم. یعنی مجموعاً حاصل زحمات ما 2 سال تحقیق است. سال 97 ماشین جور کردیم. یکی از حمایتگر قوی ما پدرم مهربانم بوده که انجینر هستن، اونا آمر دپارتمان ماشین زمین انستیتوت تکنولوژی افغان، اونا مشاوق ما بودن و کسی هستن که واقعا تحصیل کرده هستن، روشنبین هستن، فرد نیک هستن. در این راستا یک انگیزه در ما دادن. ما از اونجایی که من اینجا استاد هستم، استاد انستیتوت تکنولوژی افغان هستم، ما خیلی محصلین بسیار لایق هم داریم، نوآور داریم، ولی توجه دولت، توجه اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی زیادتر است. اگر زیادتر شود بسیار خوب خواهد بود و الخصوص توجه دولت امارات اسلامی افغانستان خیلی در این زمینه مهم است که همچو کسا را همچو افراد حمایت بکنن تا اینکه تشویق شوند و همچو تولیداتشون به هنگفت برسند. زمینه اشتغال زایی را برشان ایجاد بکنن تا اینکه محصلین ما تک تک افراد این وطن سرکار شد.
ما هم این کار کردیم، انگیزش همین بوده که مسئولین وقتی ما پرسان میکردیم که کجاست قلمت کجاست کتابچت، اونا پیسه قلم کتابچه نداشتن، نمیتونستن که بخرن. از خاطر ما انگیزه بر ما میشد که این ماشین جور بکنیم تا تک تک کسایی که مثلا مشکلات اقتصادی دارن از این ماشین استفاده بکنن و یک درآمد کمی به خود داشته باشن. با ماشین کلان جور کردیم که به فارما استفاده میکنن، ولی فعلا به تمام کسایی که مثلا مسئولین هستن، متعلمین هستن و افراد ای وطن هستن پیام ممیز باشن که اونا زحمت بکشن، کار بکنن تا ای که تا جای خود برسانن، هم از لحاظ تحصیل هم از لحاظ فنی و مهارت ها خود محکم و پیشرفت بکنن. ماشینا را جور میکنیم، پیج فیسبوک ما بنام ماشین شوکشی نور است و فروشات هم داریم. فضل الله متعال یک فقط حمایت مادی و معنوی خود اداره و دولت امارات اسلامی افغانستان خواهان هستیم. وقتی روزی که تولید ما به هنگفت برسان، خیلی نیازمندا داریم، خیلی یتیما داریم، خیلی بیوه داریم دولت‌های مختلف دو دست افغانستان که به یک چیز نیاز دارن. یعنی ما کار کردیم که ماهی به مردم نمیتیم. یک مطلب است که ماهی بر مردم نمیتیم، ما ماهیگیری یاد میتیم مردم که خودشان ماهیگیری وقتی که یاد گرفتن نه خودشان میتونن که کاروبار شخصی ایجاد بکنن و درآمد داشته باشن.